پرنده های مهاجر سلام بر شما. سلامت و زیغم زندگی رها باشد. پرنده های مهاجر سلام، شام بخیر. برای خاطر امن از پیدا باشد. پرنده های مهاجر سلام، حال چطور؟ در عمق چله گرما و سایه جا باشد. بازم که تمام برنامه پرنده های مهاجر سلامش را نوشته باز بر صحنه برآمد، گفته انتظار این برنامه را کشیده صدا را سلام علیکم میگویم. سلامتی میخوام بر هر یکی شما. یک روز دیگری عمرمان من بیگاه شد. امروز سه شنبه است، 29 ایون. گرمی طاقت فرسای انا همین سال شاید برای خیلی از شما باری اولین باشد در عمرتان. در کشوری که ما زندگی میکنیم عیناً همین خیلی هوا گرم است و همه سایه جا میکوبند. در مسکو هم شنیدیم که مهاجران تا همین روز همگی در پی جستجوی یک جای ساکن و سایه بودند و امروز باران پرشدت زده ایستاده است. انا امروز هم گفتیم بیگاه شد، امروز هم گذشت، سه شنبه هفته هم به آخر رسید. از عمرمان یک روز کم شد و یک روز بر عمر گذشته ایستاده همان زم شد. شاید برای نفرانی که امروز به دنیا آمدند یک سال بر عمرشان زم شد، یک سال بزرگتر شدند، اما یک سال از قسمت پیشانی از عمری در پیشانه داشتهشان کم شده. زندگی میگذرد، عمر میگذرد، کیهای فرصت پیدا میکنند نیکیهای از دیگران دیدهشان را بر میگردانند، اما کیهای دیگر فرصت نمییابند در پی اینان زندگی که لوکال زندگی، در پی رفته‌های زندگی عمرشان میگذرد. کاری که امروز باید کرد بر پگاه میگذارند و ندانسته میمانند که عمرشان سپری شده است. گپ درباره کدام کار می رود میدانید؟ من امروز باز برنامه را بر خاطره مادر جان ها بخشیده گفتنی هستم که مادر جان ها را احترام کردن، خاطرشان را نکو داشتن، نیکی هایشان را برگرداندن، هرچند امکان ندارد که این همه خوبی از مادر دیدتان را برگردانید توانید، اما به هر حال و مادر جان های از دنیا رفته را پاس داشتن، نام نیکشان را، این همه را از خاطر فراموش نکنید. اگر در خوب در یاد داشته باشد اولین برنامه پرنده های مهاجر محض در همین موضوع بود، در یاد مادر بود، چون پرنده های مهاجر است. همه مهاجران با دعای نیک مادر از خانه بیرون می آیند و با دعای نیک مادر، با کمک همین دعاهای مادر، با قدرت و قوه همین دعاهای مادر، نیروی دعاهای مادر در هجرت کار و فعالیت میکنند. یگانه نفره که در خاندانشان از همه بیشتر برای همین فرزندان جان کهانده، از صبح صادق سر جانماز عبادت نشسته، از پی طاعت و عبادت است دعا میکند، همین مادر جان است. و باز هم وعده داده بودیم که همین موضوع مهر مادر، دست دعای مادر، یاد مادر را ادامه خواهیم داد. موضوع بخشیدن به مادر باشد. من امروز باز هم سریم همین موضوع هستیم. مادرانی که عینی حال گوش بر صدای ما دارند، عینی حال دیده به دیدار ما هستند، در روبروی ما نشستند و برنامه را گوش دارند، بر همه شما میگویم تسنا بر بزرگیتان. آفرین بر این همه فضیلت بزرگی که خداوند برایتان داده که به منت، به یگان درخواست پاداش با فرزندانتان میکنید. 9 ماه در بطن، بعد از آن 2-3 سال دیگر به خوابی کشیده، بعد از آن باز تا به وای رسانیدن، از پی نگاه بینی فرزندان هستند. یک مقاله تاجیکی هست میگویند فرزند را خانه‌دار کنی مشکلاتش هم خانه میکند، فرزنددار شود مشکلاتش هم فرزنددار میشود، بچه دار کنی مشکلش هم بچه دار میشود. میگویند همین خیل باز هم مادر در غم فرزند است، تمام عمر خودش را که یک بار همگی به دنیا می آید در یاد فرزند میگذراند.
تکیه در پهلوی مادر جان غنیمت بوده است. خواب در زانوی مادر جان غنیمت بوده است. دولت دیداری او یک بار میسر می شود. دولت دیداری او بسیار قیمت بوده است. هر گناه آید از فرزند مادر بخشدش. از همه دریادلان مادر به همت بوده است. در ضمیر مادران مهر جهان جا داشته است. در دعای مادران بخت و سعادت بوده است. مهاجری که با دعای نیک مادر به سفر می براید، مهاجری که از سفر برگشتن زمان از پیشانش مادر بوسیده به خانه می درآید، پیشواز می گیرد، از آن مهاجری که همین نعمت بی‌بها را کم دارد خیلی فرق می کند. یگان خویش و تبار، خاله، عمه، یگان یار و اقربان نمی تواند جای مادر را گیرد، جایگزین مادر باشد. یک مرد ثروتمند خانه با حشمت داشته است. دروازه های نقره‌گون آراسته داشته و نزد دروازه می ایستاده است و هر صبح به کوچه نگاه کرده غمگین مایوس بر یک راه دراز نگاه کرده می ایستاده است. بعد اندکی باز به خانه وارد می شده است و هر روز وقتی که مرد صبح دم از خانه برآمده نگاه می کند بر راه درازی که طریق همین راه مادرش را برده به خانه آخرت سپاریده بود نگاه می کند و هر روز قد همان راه یک جوان عرابه‌اش را تیله کرده می آید و آن جوان در بازار عرابه می کشد. عرابه خالی در دست، سرودخوانان با تبسم می آید، از نزد مرد می گذرد، سلام می دهد، گذشته می رود. مرد دایما غمگین و مایوس و سرخم است. باز بگاه آن مرد یک به کوچه برآمده نگاه می کند، همان راه را باز سرخم به خانه می درآید و همان جوان را دیده می ماند. هر بگاه که باز هم خرسند، ممنون، کمتر که خرید روزگار دارد، داشته باشد 2 تا نان دارد در عرابه‌اش، یک کمی قوت لایمات زندگیش را یافته آمده است برای مادر و فرزند و همسرش. و همین مرد ثروتمند یک بار همین جوان عرابه‌کش را در کوچه باز می دارد و می گوید دادرم به من اسرار خرسندیت را نمی گویی؟ کی باز نفس در گلویم پرسوز در مانده، کی باز نخندیدم، می خواهم تو بر این کمتر خرسند باشم. جوان می گوید اسرار خرسندی من این است که یک مادرک ساده بی‌غبار دارم. سحر از در برایم خداوند عرابه خالی برده ایستاده‌ات را پر کرده فرستد، گفته آمین میکند. من خرسند برآمده به بازار میروم، کار میکنم، کار شود نشود، اندک یافته آمدم را بالای همین عرابه میگذارم و عرابه را رانده ایستاده تا خانه آمده ایستاده فکر میکنم حالا مادر چقدر یک قنات برآورده پیش رویم برآمده، پیشوازم میگیرد و باز هم دعا میکند. مرد هوسش میآید، مردی که ثروت دارد، خانه دارد، ماشین دارد، بنا با حشمت است، محتاج عرابه نیست. میگوید دادرم پگاه انا در همینجا عرابه‌ات را به من میدهی؟ من هم یک روز عرابه کش میشوم و یک بگاه به خانه شما میروم. مادرت یک بار مرا هم دعا کند برای همگی یک روز. انا این خانه در من از آن توست. عرابه کش یک نگاه میکند، در این نقره‌گون، خانه با حشمت، همه جا تازه، آزاده، زمانوی. نگاه میکند چه خیلی در گلویش غم تاب میخورد، چیزی نمیرسیدگی برین، هوا کم برین. بعد میگوید اکا خودتون چرا در همین خانه خرسندی کرده نمیتوانید؟ آن مرد میگوید همین راه را میبینی؟ من طریق همین راه همان دعاگویکم را برده به خانه نوش گذاشتم، در خانه ای که دیگر از خانه ای که دیگر برآمده نمیتواند. و همین زیل من دیگر هر روز صبح نگاه میکنم برای بگاه نگاه میکنم، جز دعای از دستم چیزی نمی آید، اما جای مادرم را که هیچ کس گرفته نمیتواند غمگینم. من امروز یک شعرکی آماده کردم
وقتی که مادر بود نام دارد. برای شما کارگردان ما آن را کمتر با نوار آراستند، تهیه کردند. مثلا شما حواله میکنم، بعدا باز هم برنامه را ادامه میدیم و واقعا خاطر رسان میکنم همینجا پهلوی نواری که شما دیده ایستاده، مردم علاقه نوشته ایستادند و همشان نفرانی که اینجا نوشته ایستادند سلام و درود میگویم، سلامت باشند. و همینجا رقمی هم هست که میتوانید با ما پیوندید در بخش مستقیم بدون یگان خیل سیاست و یگان خیل قباحت و یگان خیل باز ملاحظه سخن هم لازم نیست. برای مادر جانتان چیزی گوید، خواه سلام گوید، خواه دعا گوید، هر چی که باشد ما وعده دادیم برنامه را باز برای مادر جان ها هدیه میکنیم. آن همین برنامه در بخش مستقیم است، میتوانید زنگ زده با ما گفتگو کرده برای مادر جان عرض سپاس برای زحمت هایش رسانید. اولا شعر را گوش میکنیم. مرحمت. وقتی که مادر بود، مهر از خواهرم بود، قدر از دادرم بود، زندگی دیگرم بود. وقتی که مادرم بود، دهر به نقصان بود، عیب ها پنهان بود، راه بخت آسان بود. وقتی که مادرم بود، دامنش بوی بهشت، یاد نیکوی بهشت، من بودم روی بهشت. وقتی که مادر بود، دست شمس و قمرم سیله می کرد سرم، برق می زد نظرم. وقتی که مادرم بود، نان گرمم می داد، جای نرمم می داد، درس شرمم می داد. وقتی که مادرم بود، سرمان بالا بود، همه جا بر جا بود، که عیز غم پروا بود. وقتی که مادرم بود. دیدید چقدر پرتاثیر است وقتی که شعر با نوار تهیه می شود. من هم تماشا کرده ایستاده همین مادر جانی که عین حال گوشه تلفن را با فرزندش گپ زده می بوسد دیدم و سخت مؤثر شده. میدانید مهاجران عزیز، من میدانم که بیشتری تماشابینان ما مهاجران هستند، چون که در تاجیکستان سرعت اینترنت سست است، سست بود، حالا هم هست، الا تا آخر همین خیلی سست نماند. ضعف که دارد سرعت اینترنت، بیشتری تماشابینانمان مهاجران هستند و همین مهاجران عزیز دانسته باشد که وقتی که بر مادر جان زنگ میزنید، گپ میزنند با شما، صدایتان را میشنوند، پرس و پاستان را خواه خوش گفته باشد، خواه ناخوش گفتید که کار نیست، پول نیست، چی کار کنم مادر جان، اما به هر حال مادر بعد گوشه را گذاشتن شما همان آینه تلفن را میبوسد، همان تلفنی که از متال ساخته شده است، از همان تجهیزات تکنیکی ساخته شده است، به بند دلش میگذارد، میگوید بچه‌م زنگ زد. همین صدای فارم فرزندش برای مادر کفایه است، گویا یک صدای خوشترین دنیا را میشنیده باشد. همین خیلی مادر یک بزرگی دارد که یگان کس در دنیا این گونه بزرگی، اینقدر محبت را بر شما چون مادر هدیه کرده نمیتواند. و مادر یگانه نفری است که مهربانیش را با فرزندش به طمع یگان چیز توفه میکند. مثلا همسرتان وقتی به شما مهربانی میکند چیزی میخواهند. اگر امروز طعام خوب است، اگر امروز چهره کشاده است، خود را آراسته و پیراسته است، پس برای فرزندش چیزی طلب میکند، یا پول میخواهد یا لباس یا چیز دیگر. اما مادر نوبسته از آن که از شما چیزی میروید نمیروید، آوردید نه آوردید، مهرش را دریغ نمیدارد. خوش به حال نفرانی که
صبح از خواب چشمشان را مالیده میخیزند که در یک کنج خانهشان جای نماز مادر گسترده شده است و قبل از طلوع آفتاب در نماز بامداد مادر جان برای اهل همین خانواده، برای دسترخوان پرفیض همین خانواده دعا کرده می نشیند. خوش به حال همین خیل خاندان ها. متاسفانه در دنیا همان که مهمان هستیم، مادر جان ها هم همین خیل مهمانک هستند. این یک نعمت بی‌بهایه که خداوند موقتا برای همه ما داده است. چه خیلی که یگان چیز در دنیا از ما نیست، یگان کس هم در دنیا از آن خودمان نیست که تا آخری عمرمان گرفته کردیم. مادر جان هم یک مهمان عزیز و ارزنده زندگی ماست که کلی پست و بلند زندگی را برای ما می آموزاند، آسان می کند، هموار می کند، بعد با ما خیر و خوش می کند. بعدا خیلی آدمان حتی آرزو می کنند که مادر را خواب بینند. اگر به خوابشان مادر جان در آمده ماند، همان روز یک کیفیت دیگر، طبع بالیده‌تری دیگر می توانند داشته باشند. مادرداران دولتدار به مادران خارزار می گویند که خارزار نشوید، الها با یاد مادر زندگی کنید. هر قدر می توانید در بودنش دعاهای نیک مادر جانها را گرفته باشید که مادر غنیمت است. یک شعرک دیگری هم آماده کردیم که انا همین برای خواب دیدم مادرم را، نفرانی که مادر جان خواب دیده برخواستن، برای همین ها تهیه شده. اینش را هم میگذاریم. انا بعد با شما در تماس میشویم، گفتگو خواهیم کرد. مرحمت. یک زمان مادرم بود، نوری درگاه و درم بود، دستی مهرش بر سرم بود. خواب دیدم مادرم را، مادری سبزینه‌ام بود، مهربان به کینه‌ام بود، همدمی دیرینه‌ام بود. خواب دیدم مادرم را. در شب مهتابم آمد، مهر عالم تابم آمد، مادرم در خوابم آمد. خواب دیدم مادرم را، چهرهش فرخنده می شد، مثل گل پرخنده می شد. کاش مادر زنده می شد. خواب دیدم مادرم را، با دعا امداد کرده، روح او را شاد کرده، گریه کردم یاد کرده. خواب دیدم مادرم را. خواب دیدم مادرم را. نفرانی که مادر جان در قید حیات دارند، آنها نیز در مهاجرت نیکی های مادر را، نوازش های مادر را، نان گرم مادر را، کلچه های شیرمان مادر را یاد می کنند، فکر می کنند، اندیشه می کنند، به خیالشان می آورند و شبانه خواب می بینند. خوابهایتان همگی به نیکی باشد، تعبیرهای نکو داشته باشد. مادر جان زنده باشد، سلامت باشد. من یک پیر روزگار دیده بودم که در بزم خانه‌دار شوی فرزندش دعا کرده بود و گفته بود بر داماد نگاه کرده: ای جوانی که خانه‌دار می شوی، اگر همسرت را سخت دوست داشته روی دستانت برداری، خواهرت را بر کتفانت و مادرت را بالای سرت بردار که مرتبه مادر و خواهر و همسر همینطور است. آنگاه خوشبخت خواهی بود. البته این سخن زیباست، این سخن منطقی است، یک مضمون دگرگون مجازی دارد. در اینجا مرتبه مادر را هر قدر بالا گذاشته شده است، برای آن بالا گذاشته شده است که فرزندان دانند که جایگاه مادر در زندگیشان چطور است. خوشنامند را عزت کنی، خوشنامند میشوی و عزت کردت را خداوند ده چند برمیگرداند. مادر را حرمت کنی، مادر میشوی. عجب خلق داریم، مهربان، ساده، بیخبار،
و همین خلق عزیز چقدر مادر دوستدار هم هست. در دیگر کشورهایی که من در سفر هستیم و دیده میگذاریم از روسیه سر کرده، با آن طوری که تاجیک ها و ازبک ها مادر دوستداری میکنند، احترام میکنند، در یگان جای من تا این درجه ندیدم، یا شاید دنیا را به تمام ندیدم هنوز، بله شاید نه، در حقیقت ندیدم. اما یک کشور را خوانده بودم، همانجا در هر ماه یک مرتبه روز اجرگذاری بر مادر، روز قدرشناسی مادر می شده است و در یک ماه یک بار مادر جان ها را بر مکتب دعوت می کردند. هر یک خواننده در دستش یک تغاره با آب گرم می آمده است و مادر جان ها به همان تغاره پایشان را می انداختند، فرزندشان می شسته است پای مادر را. خیلی طالب علمان، دخترکان، پسرکان پای مادرشان را می شستند. البته پای مادر چرکین نیست، تازه است. این یک علوم ملی آنهاست، این یک رسم و رسوم ملی آنهاست که در مکتب در یک ماه یک بار پای مادر را در معرض آمد انداخته شویند در تغاره. و این چی معنا دارد؟ میدانید؟ معنا دارد که کودک مادرش را تا به آخر عمر انا همین خیل دوست داشته، احترام کرده، تیار است که در نزد تمام خلق و ملت، در نزد تمام یار و دوستانش، جوره هایش پای مادر را شوید. و در همان دولت عین حال یگان خیل خانه پیرانسالان نیست، خانه کودکان هم نیست. آنقدر تربیت در مکتب خوب داده شده که عزت مادر به همین درجه والاست. و متاسفانه نام دولت را فراموش کردم. در رفتی برنامه وقتی با نفری صحبت میکنیم من زود یافته میگذارم نام همان کشور را. اینجا خیلی ها نوشتند، شعر هم نوشتند، مصرع ها هم نوشتند. خداوند نگهبانت مادر جان گفته نوشتند عدالت جه. برای همه آنهایی که نوشته ایستادند به شما نیز تشکر میگویم و اگر با ما در تماس شده گفتگو کنید برای مادر جان ها نیز تشکر میگویم. بناهای خشت و بتانه صندلی و کوربه ندارد، پای مهاجر خنک زده علاوه 7 میوه میفارد. هر شب یاد مادر میکند، یاد نان گرم تنوری. در دل پر شده از حسرت به حد تنگ آمد صبوری. مهر به منت و آلایش کسی چون مادر نمی‌ورزد. کلانترین شهر غریبه بر حول چشم نمی‌ارزد. مناره ایفل پریش نردبانچه نشد که برایت از بالای بام همسایه بلخی چیده فرایت. همین شعر خیلی پرتاثیر و خیلی دور دراز هم هست. در برنامه‌های من بعد برایتان میگذاریم، یا اینکه ثبت کرده و تهیه کرده با نوارها پرتاثیرتر کرده برایتان تقدیم خواهیم کرد. تماشابینان عزیز برنامه پرنده های مهاجر، ادریس سیدوف نوشتند مادر جان جان مادرم با قدر مادر تاجیک برسید، نمانید که مادر جان ها خار و زار شوند. کاش مادرم در قید حیات میشد. نوشتند ادریس جان دادرم، روانشان شاد باد، آخرتشان آباد. خب زنگ زنید، میتوانید. وقت برنامه سیاسی است، وقت درباره سیاست گپ می رود، زمین را فروختند یا یگان در مکتب معلم پول گرفت یا دکتر از بیمار پول گرفت، همه فعال هستند چون که گپ درباره پول می رود، مادیات می رود، سیاست می رود. اکنون گپ درباره مادر می رود. همه شما را دانا و گویا و زباندان و سیاست فهم کرده کیست؟ البته در پشت هر یک مرد موفق مادر می ایستد. در پشت واقعا من به شما زنگ زنید گفته ایستادم، با همین لینک وارد شوید. نفرانی که کایها باز در برنامه شرکت میکنند میتوانند همینجا وارد شده با ما گفتگو کنند، میدانند الکی چی خیلی به شما زنگ زنیم گفتن. یلینا آیشه، خب
لینک هست اینجا که از نام کارگردان هیشام گذاشته شده است. وارد شوید به لینک، پخش کنید. علاقه شما در پخش علاقه در خط علاقه خواهد بود، در بخش مستقیم یعنی که خواهد بود و با ما گفتگو کردن میتوانید. خب آدم قدیم به ما نوشتن که سلام، بهترین چیزی که خداوند به ما میدهد مادر جان است، بهترین نعمت است مادر جان، و برای مادر جان هم بهترین نعمت این شما هستید. مادر جان است که شب تا سحر نخوابیده برایت هم، روز تا بگه کار کند هم، یگان بار منت نمی کند. کلان میکند، میخواند، میپوشاند، میخوراند، خانه‌دار میکند. من برای تو شده نخوابیدم، برای تو شده نخوردم، برای تو شده نپوشیدم نمیگوید مادر جان، چون که قلب مادر بزرگ است، دل مادر به نهایت بزرگ است. من یک عالم بزرگ متماتیک فیزیک را میدونم، عالمی که هم در فلسفه هم دانه داشت و همین عالم در سالهای مکتبی صنف ابتدایی وقتی میخوان خوب نمیخوان. خیلی از عالمان در آغاز مکتب است چی باشد که کمی سهلنگاری میکنند و ثانی یک باره بدتر یک باره شروع میکنند، طلوع میکنند، یا مثل آفتاب که در جاده علم میدرخشند. و عالمه بود. این عالم وقتی که صنف دوم یا سیوم میخواند، معلمان بر مادرش مکتوب نوشتند و مکتوب نوشتند که پسرک خودش با دستان خودش آورد و بر مادر سپرد. مادر گرفته مکتوب را خواند. پسرش که در دوام همین 2.5-3 سال حرفه که آموخته نبود، چیزی از مکتب یاد گرفته نتوانست، معلمان از عهده تربیهش هم تعلیمش هم نبر آمدند، بعد خواستند از مکتب جوابش دهند. مادر مکتوب را خواند، بعد پسرش را گفت کنی پسرم در و برای من راست است، همینجا با وقار است. پسرش ایستاد، بعد مادر مکتوب را گرفت و خواندن را شروع کرد. مادر عزیز، فرزند شما استعداد و لیاقتی که دارد، دانشی که دارد، ما نمیتوانیم فرزند شما را به اون درجه قانع کنیم، چون که فرزند شما انسان بزرگ است. بهتر میشد که خودتان در خانه او را علم می‌آموزانیدید. زور ما نمیرسد. مادر این مکتوب را به پسرش خواند و گفت دیدی پسرم، تو چقدر انسانی بزرگ هستی، چقدر انسانی کامل، چقدر عالم آینده هستی. و از همان روز سر کرده بر پسرش یک تا حرف آموزانید، یک تا رقم آموزانید. فرزندش در حقیقت عالم شد، بزرگ شد و همین عالم یک روز پیر شد. دیگر مادر در قید این حیات نبود، خسته شد از کاروبار زندگی و یک بار دلش بر مادر جانش گم زد و تا خانه در آمد. لباس های مادرش را یافت. وقتی که لباس ها را تکرو میکرد، شاید صورت از مادر میکافت یا نشانه دیگر، وقتی که تکرو میکرد از کیسه مادر مکتوبچه را یافت. همه مکتوبی که خودش در صنف‌های ابتدایی، هنگام صنف‌های ابتدایی به مادرش آورده داده بود و مکتوب را گرفته خواند که در آنجا نوشته شده است: مادر عزیز، فرزند شما عقلاً ضعیفتر است. معذرت می‌خواهم. فرزند شما عقلاً ضعیفتر و ذهنش نهایت کند است. ما نتوانستیم او را به مکتب فرا گرفته دانش آموزانیم، چون که برای استادان مخصوص می باید. برای همین در خانه همراهتان گرفته می نشستید و خودتان هر چی در زندگی ضرور است می آموزانیدید. مادر مکتوب را به تمام دگرگون خوانده بود برای فرزندش و آینده فرزندش را مادر خودش ساخت. دیدید که پس هر مرد بزرگ یک مادر بزرگ است. پس هر یک پیشرفت و شکوفایی و چی میگویند هر قدر بالاروی و بزرگی هر مرد نامدار مادر بزرگ هست، مادر نامدار هست. از خاطر نبرانید که
همین سینا و رودکی و رومی و خیام و بیرونی و محدثان بزرگ مثلا امام بخاری و سلمان فارس و این همه را مادر جانهای تاجیک به وای رسانیدن. پس ما خیلی تهمسته یک ریشه بزرگ داریم در باب مادر بودن. مادران خیلی بزرگی داشتیم که اینقدر مردان بزرگ ملت به وای رسیده. امروز ملت افتخار با نام اینها میکند، افتخار از بودن آنها میکند. رقم ایما هم گذاشته شد، میتوانید برای سخن گفتن بر ایما هم زنگ زنید. کسانی که به لینک وارد شدن نمیخواهند یا نمیتوانند قربای قرایش نویستند: سلام به کل مردم مسلمان جهان از نام بچه های وحدت. از تاجیکستان نوشتند، از غریبی هم نوشته باشند، یعنی از مهاجرت. درود و پیام این نفر رو بر کل مردم میرسانم از وحدتی ها. زنده باشند. واقعا روز عید وحدت بود، روز گذشته، هرچند که وحدت یک دسته بود، یک طرفه بود. مبارک بادشان میگویم. وحدت این دوستی است که از دو جانب با هم دست داده آشتی میبندند و همین عید آشتی که قید کردیم یک طرفی دست نبود. مخالفین با حکومتداران آشتی بسته بودند، سازشنامه صلح وحدت، و یک طرف بر یک طرف دیگر خیانت کرد. به هر حال عید وحدت گفته با تنتنه قیدش کردند. گپ درباره وحدت رفت چون نامه از ناحیه وحدت نوشتند. پیام تیوی و علیکم سلام. خب گنجینه نوشتند. در خاطر دارید یک فیلم بود درباره یک قهرمان زن، یک دکتر هم بود، قریب عالمه هم بود، تنگین نام داشت. همونجا ملیکه بیمار می شود و همشیره شفقت بود. تنگین میگوید من به شما یک چیستان میگویم، اگر جواب چیستان را پیدا کنید من تبابت میکنم شما را. و ملیکه چیستان را پرسید. همشیره شفقت گفته بود یک کوه هست، یک کوه بزرگ و پای برجا هست. وقتی که همین کوه هست، پای برجاست و قله‌اش بلند است، مهر و محبت است، یک دیگر فهمی هست، آشنایی هست، دوستداری هست، همه صف و جمعن، خواهر را، دادر را با یک دیگر مهربان هستند. عائله خانواده بزرگ است و وقتی که همین کوه چاپه می شود، جای مهر و محبت را تلاش می گیرد، جای یک دیگر فهمی را نیزا می گیرد، جای دوستی را رقابت می گیرد. این کوه چیست یا خود کیست؟ بعد خیلی فرصت می گذرد، پیدا نمی کنند و یکی از همان درباریان می یابد جوابش را. جواب چیستان یا کیستان خود همین نفره بود که خود همین ملیکه بود، ملیکه که مادر همین خانواده است. و همشیره شفقت برای چی همشیره شفقت انا همین چیستان را گفت میدانید؟ خب بله، گوش میکنم شما را. خاموش کردن. باکی نیست. انا بعد همشیره شفقت چرا چنین سوال داد میدانید؟ خواست که در دل ملیکه یک امید بر زندگی بیدار کند. امید بر زندگی چگونه بیدار کردن را طریق علم منطق و فلسفه آورد. گفت تو یک کوه بزرگ هستی در این خاندان که بودنت محبت بین همدیگری فرزندانت را و اقربایت را پایدار نگاه می‌دارد و اگر از دنیا روی، جای مهر و محبت را تلاش میراث میگیرد، جای دوستی را رقابت میگیرد و دنیا را آب زیر میکند. کدام آب؟
البته که آب دیده، آب شور زیر می کند، اشک چشمان زیر می کند. چون ملکه جواب چیستان را درک کرد و فهمید که تا چه اندازه در خاندان بودنش یک دولت بی‌بهاست، کوشش کرد دیگر مسئولیت پیدا کرد وجودش که سلامت باشد، سالم بماند و همشیره شفقت او را طبابت هم کرد. در روح جانماز با دستکان باز، با مهر دلنواز مادر دعا کند. مهر و صفا درست، پیک دعا درست، عهد و وفا درست مادر دعا کند. در خانه همه شما مادر جانی باشد، دعا کند. مادر جانی باشد در پای فکر فرزندکانش باشد که در مهاجرت، پرنده های مهاجری ما که ما را تماشا میکنند در مهاجرت، دلشان بر وطن، بر مادر، بر اهل خاندان گرم باشد. وقتی اویلدار میشوند جوانان، اول سخت میبندند، محبت میبندند بر همسرشان، چون جوانی گفتگی بر این کلمه های هم هست، احساس هم هست. اما با مرور زمان کم 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 پای میبرند که مهر و محبت مادر تماما یک جایگاه دیگری است و از همسر تماما دیگر. شبانه دیرتر اگر به خانه برگردند، از کار تاریکتر باشد، اگر فرزندانشان علاقه خواب است، پدر را انتظار کشیده خواب میکنند. همسرانشان هم بر کنار فرزندکان خود علاقه‌ای در آمدند، افسانه‌گویی در آمدند و خوابکشان میبرد. اما مادر تا فرزند آمده از در ندرآید خوابش نمیبرد. هر یک صدای در را، هر یک صدای ماشین را شنیده یک بار سر برداشته از تلویزیون نگاه میکند. مادر اگر تا سحر فرزندش به خانه نآمده باشد هم تا سحر چندین بار برآمده دروازه کوچه را نیم راه کرده، به کوچه نگاه کرده، باز وارد می شود بر خانه. خاطرش جمع نشود خوابش نمی برد. این مادر گفتند. مال و دولت بیابه هم پدر مادر نمی یابه. به دنیا بهتر از آنها دور و گوهر نمی یابه. برنامه پرنده های مهاجر است. باز هم میگویم موافق وعده دادم در برنامه اولین که پرنده های مهاجر برای یاد مادر، دست دعای مادر بود. امروز برنامه را ادامه دادیم. امروز برنامه را با همین نام باز هم عنوان کردیم و ادامه دادیم. و باز خب اگر خواهید که تمام برنامه من حرف زنم، تمام برنامه من درباره مادر گویم، وصف مادر گویم، بگذار. اگر طب خواهشی با ما پیوسته ندارید. رقم ایما هم گذاشته شد. خب اسلام افزایر نوشتن خداوند خواهر و اپاهای ما را مثل مادران و این خواهر عزیز صاحب ستر و حجاب گرداند. خب زایر جان، من برای خواهرک شما شعر خوانم. خب ای خواهر اسلامی، دل در بر اسلامی، خوش صورت و خوش نامی. ای خواهر اسلامی، سطری که به سر داره دنیای دیگر داره، از علم خبر داره. ای خواهر اسلامی، سبحان ز تو مسرور است، سر تا قدمت نور است، چشمان حسد کور است. ای خواهر اسلامی، پاکیزه قبای تو، با شرم و ایبای تو، ما جمله رضای تو. ای خواهر اسلامی. برای خواهره که زایر جان اسلام نسبشان هم عجایب با شعر موافقه کرد. شعر که خوندم، گر شاعران عالم یک جا مدیحه گویند، مدح و ثنا گویند، اما باید که بر این همه زحمات مادر برابر شده نمیتواند.
شاید شاعری نباشد که در وصف مادر شعر نگفته باشد. کتاب نوشتن. ملک الشعرا بهار نوشته است. ایرج میرزا خیلی شعرهای پرتاثیر دارد. لایق مادرنامه نوشته است. لایق مادرش را هر یک قدمی گذاشته مادرش را شعر کرده است. سر تا پای مادر شعر ریخته است. مادر لایق همه شاعران گفتند در وصف مادر، اما همان یک شب رنج مادر را با این همه شعرهای گفتهشان ترنم کردن نتوانستند. برابر شدن نتوانست. باز هم پله ترازو را محبت بزرگ مادر زیر می کند. باز هم بزرگی مادر را خیلی شاعر گفته یک شبان رنج که مادر کشید با دو جهانش نتوان برکشید. انا همین خیل برنامه پرنده های مهاجر است و این برنامه ما به عنوان گذاری شده باز هم در یاد مادر جان نام دارد. نفرانی که مادر جان دوست می دارند، عزت می کنند، احترام می کنند، حرفای برایش گفتنی دارند. نواری که تماشا کرده ایستاده این نوار مادر جان ها هم تماشا می کنند و سخنهای گفته شما البته در خاطرشان خوب نقش خواهد بست. در بزم خانه‌دار شوی مادر جان را روی صحنه می خوانند تا دعا کند. اول مادر جان را می خواهند. اول مادر جان را می خوانند. چرا که با دعای نیک مادر می خواهند صحیفه نوی زندگی را باز کرده باشند. می خواهند همین دعای نیک مادر کتیبه زندگی فرزندان در حیات مستقلانه باشد. بعضی ها کلین ها خصوصا شنیده باشد میگویند نمی خواهد که ما خوشبخت باشیم، خوشنامند برای ما این یا آن حالت ها را در زندگی روا می بیند. اما شاید همین کلین ها وقتی خوشنامند می شوند درک کرده می توانند دیگر که خوشنامند همان وقت درست کرده بود. کار خوشنامند خیلی درست بود، چون جوانی هنوز فکرهای خام است. جوانی هنوز خیلی ناپختگی های دارد. این جوش و خروش شما که در جوانی صادر میکنید حالت کارهای را بدون یک اندیشه کامل اشتباه بودن میتواند. مادر به هر حال یک روز کلان از یک روز کوچکتر فرق میکند. مادر 20 سال بیشتر از شما عمر دارد یا 25-30 سال بیشتر عمر دارد و او 25-30 ساله تجربه بیشتری زندگی دارد. با نام تو این کلام مادر، بر شیر تو احترام مادر، هر ساعت و صبح و شام مادر، از جان و دلم سلام مادر. رنجی که کشیده یاد دارم، من در دل خود مراد دارم، مهرت به دل عمر باد دارم، باد عمر تو بر دوام مادر. با مهر تو رفته کامیابم، یک ذره ز عهد رو نتابم، گر من دل خلق خود نیابم، هر یک نفسم حرام مادر. با یاد محبت و وفایت، با حرمت شیر جان فزایت، تکرار نمایم از برایت 100 بار دیگر سلام مادر. مادر جان ها 100 بار برایتان سلام میگویم. زنگ زدن به ما از طریق شبکه ایمو با فکرم. زنگ زدن خاموش باز. شما گریه میکنید در یاد مادر که از گپ زدن خودداری میکنید یا خیلی مؤثر شدید؟ مرحمت گوش میکنم. شما قبول میکنیم؟ السلام علیکم. در خط علاقه قرار دارید؟ برادر یا دادر هستند؟ معلوم که حالت تکنیکی هم هست. تشکر خواهر جان، اکنون شما را شنیدیم.
دل از آواز ساز خرسند است. نرخ زنگ به مشتری چند است. پس مگویین که مشتری بند است. مشتری بند نیست، خوشناز است، یا که خط علاقه ناساز است. شعری که به خاطرم اومد در همین با به همین حالت با قرائت کردم. البته شعر لیریکی است، عاشقانه است که فقط کلمه هایش موافقه میکند بر حالتی به پیش آمده. به هر حال برنامه پرنده های مهاجر است. به هر حال شعر را خواندم تا که مدت کارگردانی ما بند باشند و با ساز کردن خط علاقه، اما شما دلگیر نباشد، خسته نباشد. در یاد مادر. خب خیلی نفران اینجا نوشتند پیام ها که سلامت باشند اپا جان، خداوند از شما راضی باشد. گفتند گنجی نبانو برای سخنرانی در برنامه وارد شوید. قدم قربانов برای سلام برای چه پرزیدنت قرقیزستان به تاجیکستان آمده باشد، با کدام مقصد نوشتند. خب با مقصد آشتی باشد، شاید با مقصد عذرخواهی باشد، نه با مقصد امضا کردن به چندین سازشنامه‌های تجاری و با مقصد آن که دیگر نزاع برنانگیزد در سرحد و دیگر این روزهایشون به عمل نآیند. سران کشورها با هم واخوردند. نوشتند ماشا میدوید سلام برای چی. خب نفرانی دیگر نوشتند. میخونم یک یک نوشتارشان را. خب نه همگی فقط سلام علیک بین هم دارند. خدا از شما راضی باشد نوشتند. از شما هم راضی باشد خداوند کریم. صدا را خوب کنید، ما نمیشنویم. گفتند گنجینه. بله خط علاقه حالت تکنیکی است، با که نیست میشود. گاه در وجود انسان در همین طبیعت زنده هم ناسازگاری های می شود که باز به ابرا می آید و این تکنیک است. تکنیک است که آفریده دست انسان است. انسان که خود خیلی خطاکار است، در آفریده هایش هم خطا بسیار است. خطا در آفریده های خداوند کم به نظر می رسد، نمی رسد به نظر. خب باز هم در یاد مادر جان حرف می زنیم. باز هم ترنم محبت مادر، باز هم بزرگی مادر را میگوییم. گفتم که کیست که در وصف مادر ننوشت. اگر نویسنده ها بر نظم آوردن نتوانستند، در قالب وزن و قافیه و ردیف و دیگرها بر تفاعل ها به قالب جا نشدند، در اثرهایشان نوشتند. اثر نوشتند. یک نویسنده های نه فقط فارس، تاجیک، دیگر ملت ها هم خیلی بسیار نوشته ها دارند. اما نه فقط انسانیت، نه فقط آدمان، تمام هستی در دنیا، تمام پرنده ها و جانورکان و حتی درختان هم برای ادامه دادن نسل خود کوشش میکنند و همین اینستینکت میگویند که ارث مادری، این خصوصیت مادری در تمام جانوران هم دیده می شود. فقط با ترس های گوناگون که فرزندکشان را هر قدر می توانند با تمام سعی به وای رسانند و بهتر از خودشان آنچه دارند بر دهان فرزندشان میگذارند. امیر امام السلام علیکم. پجان شیرینی من، آوازت خسته نباشد. بعد سری مادر چی کار کنم شاد شود؟ گفتند بعد سری مادر بجز داد چی هم از ما توفه بر مادر سپاریده که نشود. خانه مادر در و تیرزه ندارد بعد رفتنش که از آن توفه وارد کرده داده باشم. به خاطر روشنه قبرش، به خاطر آبادی آخرتش از ما می رود فقط دعای. در استوجه وارد شدن نشد. گفتند گنج نه. بله فهمیدم، اشتباه در خط علاقه هست، ناجوری در خط علاقه هست، برای همین من بیشتر حرف زده ایستادم.
مادر الله میگوید، در اللهش مادر الله میگوید. طفل گریانم کلان شب، جایگیری رفتگان شب، داستان شب داستان شب، گفته مادر الله میگوید. مردمی بدخشان الله را لالایی میگویند، یعنی لا اله غیر خدا، خدا نیست، فقط به خدا تکیه میکنیم. گفته الله میگویند. ما الله میگوییم. یک بار علمان بین هم بحث کردند و گفتند اولین صدایی که گوش کودک میشنود کدام صداست؟ علمان ادبیات شناس گفتند که این صدای الله است که مادرش میخواند، اما علمان ساحه دین و مذهب گفتند نه، این صدای اذان است که بار اول الله اکبر میگویند بر گوش کودک و گوشش باز میشود، صدا را میشنود. هر دو جانب خیلی بحث کردند. دینداران جانب دین بالا آمدند، بلند آمدند و فهمانیدند. ادبیات شناسان از جانب ادبیات و ادبیات شناسان البته شما میدونید که خیلی با یک احساس با کلمه های زیبا می نویسند و فهمانیدن میخواهند، اما در آخر هر دو جانب به موافقه آمدند که یک سخن را میگویند. الله هم همان الله هست. از که دیگر میپرسد مادر که کلان شود، پردان شود، چاکان شود، جایگزین رفتگان شود، کودک لالای مادر، رهگیر و رهپای مادر. گفته الله میگویند البته که از خدا میخواهند. خداوند در خانه هر یک شما، خواه خانه دارا باشد، خواه خانه نادار باشد، خواه آراسته باشد و پیراسته و خواه خانه اجاروی باشد که یک قالین و یک سبد و نمد داشته باشد اما از گهواره کم نکند. در همه خاندان گهواره باشد و در پهلویش گهواره جنبان هم باشد. خداوند گهواره ها را از صاحبش کم نکند. داخل گهواره باشد با کودک و پهلوی گهواره با مادر. انا همین خوشبختی است. انا همین در خاندان صدای کودک است که مادر بخت را احساس می کند. ادریس نوشتند مادر جان گوهری نایاب است. من خاک پای مادری تاجیک میشم. الله مادر جان را در پناهش نگاه بدارد. نوشتند خب از سطوت و زی شهرت گر بر فلک زنم سر، تعظیم میکنم باز در پیش پای مادر. این شعر لایق شعر نیست، البته تعظیم جز بر پیش خدا ممکن نیست پیش کسی، اما اینجا رمزن گفته شده است. در شعر داخل شده نشده به جانم گفته خیلی ها نوشته ایستادن، با فکرم ناجوری هست. خب به هر حال برنامه خوب بود. ما خیلی خرسند هستم که در برنامه شرکت ورزیدید. همین گوش کرده ایستادنتان، همین وقت پرقیمتی خود را دریغ نداشته با ما پیوستنتان خودش الگه خیلی یک بزرگی است، الگه خیلی یک اقدام خوب است. اگر درد کند جانت فقط مادر می سوزد، به شمع قلب سوزانت فقط مادر می سوزد. مسافر گردی بود تنها در این دنیای پرغوغا، حبیبی دل پریشانت فقط مادر می سوزد. مادر نسوزد، هرگز نسوزد. مادر دلگرم باشد، امید بر فردا داشته باشد، فردای فرزندکانش. مادر دعا کرده باشد دائما که سالم و بردم از وطن، سالم و بردم بر وطن بر می گردید. پریشان نشود مادر، غمگین نشود. در برنامه‌های من بعد هم ما یک تصمیم گرفتیم که می توانیم برای شما شعرهای را هم، قصه‌های کوتاه را هم با نوارها تهیه کرده به سمتان حواله کنیم تا تماشا کرده رغبت شما زیاد شود نسبت برنامه، ذوقتان بیدارتر شود و کوشش میکنیم در برنامه دیگر البته که خط تکنیکی را به ابرا آورده باشیم. حالا باشد یک ساعت نام حکایچه خردک است. روز یک مرد دهقان ساعتش را در علف خانه گم میکند، خانه‌ای که در آنجا خاشاک چاروا نگاه داشته می شود. ساعت را یک دوست نزدیکترینش با او تحفه کرده بود، از دوستش نشانه بود. برای همین از بین علف آن را خیلی جستجو می کند و نمی یابد. یک گروه بچه ها را در کوچه می بیند، آنها را جیغ زده می درآید و می گوید که هر کسی ساعت را به من یافته می آید
من برایش تحفه میدهم. بچگان با مقصد به دست آوردن تحفه تمام علف خانه را تهورو میکنند. اما علف، البته که شما دیده اید علف خشک چه خیلی تیت و پریشان است و کافتن قبط تمام علف خیلی دشوار است. بچه ها فکر تحفه که داشتن با حفظ زیاد حریصانه با ذوق هم با شوق هم میکافتند، نیافتند. ناامید برآمده رفتند. مرد باشد دماغ سوخته نشست، اما پسرک نزدیک آمد و خواهش کرد که یک بار دیگر اجازت دهد که در آمده داخل خاشاک را کوبد. دهقان راضی می شود. کودک وارد علفخانه می شود، کمتر آرام می ایستد و بعد اندکی در دست ساعت می براید. دهقان خرسند می شود، اما حیران هم می شود. می پرسد اینقدر بچه ها دریافت نکرد، من خودم نیافتم، تو چی خیلی یافتی؟ کودک می گوید وقتی تو می کافتی در خیالت تحفه دوستی نزدیکترینت بود و فکر دوستت را داشتی که او تحفه کرد نیابم، خفه می شود یا چیز دیگر. وقتی بچه ها می کافتند خیالشان با تحفه بند بود، چه تحفه خواهی داد بر آنها و ارزنده باشد یا نه، قیمت باشد یا نه، کی پیش می یافته باشد و نسبت یک دیگر رقابت بود. اما وقتی من وارد شدم در سرم دیگر چیز بود. من خوب ذهن مانده آرام شده گوش کردم، ذهنم را جمع کرده که تیک تیک ساعت از کجا می آید و زود پیدا کردم. برای جستجو فقط چشم نه، فقط ذوق توفه‌گیری نه، فقط یاد یگان نفر نه. برای جستجو خیلی یک عقل ذکی هم لازم است، فکر دقیق هم لازم است که پیدا کنی آنچه که میخواهی. انا برنامه ما برای پیوستن هم آنقدر زباندانی و فصاحت و بلاغت سخن و از تاریخ تمدن آریا گفتن نه. یک صمیمیتی تون باشد، در دل یک محبت جوش زده باشد و برای مادر جان درود پیامی گفته باشه یا نوشته باشند. به هر حال این گناه شما نیست، این در خط علاقه ناسازی بود. ما معذرت میخوایم از شما. کاش مادر یک عمر ابدی میشد. مادر گوهر نایاب است گفته امان الله نوشتند به ما. مسافرم غریبم سلام دادن، شوخی کردن، نفر هر چی که نوشته هر چی که گفته نوری دیده، تاج بر سر. رسا 1 ساعت شد که ما برنامه را حسنی آغاز بخشیدیم و اینک در انتهای برنامه قرار داریم. یک شعر از لایق شیرالی درباره مادر خوانید گفتند. خب درباره مادر از لایق شیرالی، لایق اینقدر بسیار دارد درباره مادر، کدام یکی را برایتان اگر پیام را بر وقتر میدیدم شاید انتخاب هم میکردم. خب انتخاب میکنم برایتان قرائت میکنم شعری که در وصف مادر. خب اذیت هم گفتن خیلی ممکن است، چون شعرهای لایق را در کودکی بسیار اذیت کرده بودیم. یک شعر داشت لایق میگوید یک درخت سیب امان بود، یک درخت توت امان بود، مایه‌دار بود امان بود. شینیش درباره شینیش نوشته بود، صدای شیر دوشه مادر را نوشته بود. سجان و دل فدای یک مدعای مادر، فتح و کشایش آرد دست دعای مادر. این هم از لایق بود. غمخوار و غم شریکان از موی سر زیادند، اما بر روز سختی خالی است جای مادر. خب از لایق شیرالی میخوانم نباشد. روزهای شاد و به آسیب امان بود، یک درخت سیب امان بود. زیر بال شاخهایش جایگاه خواب امان بود. نان امان بود، آب امان بود. مادرم در جاده میگشت، خوشقد و آزاده میگشت. از ته رومال گرده
مله را سر داده میگشت. یک درخت توتمان بود، مایه‌داری بودمان بود، دانمان بود، با همه بدانگی شینیش سرمایه‌داری کوتمان بود. توت میخوشکاند مادر، بهر کرمک برگ میچید، جان ما هم برگ لرزان بود. جان ما را از دهان مرگ میچید. کوله پرگندم هم داشتیم، کوله پرگندم هم داشتیم، رنگ و روی مردمی هم داشتیم. میبخشد. خب نان روی خانمان بود، خونمان بود، جانمان بود. مادرم چنگاله میکرد، کای ضعیفی ناله میکرد تا که ما باشیم همبال زمانه، با زمان همباله میکرد. چشمه بالای ده بود، گویا مولای ده بود. پرسخاتر از همه دریای عالم دولت و دنیای ده بود. مادرم زان چشمه می آورد آب، روی ما را هر سحر می شست، گوی با نوری صباحی بحر فردای بشر می شست. مادرم یک مادری پاکیزه جان، دیگر چی گویم؟ تا کنون زان آب چشمت تازه رویم، تازه رو در پیش تو، در پیش فردا، تازه روی و تازه دل در پیش دنیا. هرگاه بر زادگاهم ره بگیرم، در سر خاک تو میخواهم بمیرم. مادرم، ای مادری دنیا ندیده، مثل تو پاکیزه دل دنیا ندیده. لایق شیرالی نوشته. شعرهای لایق معلومند که نسبت مادر چقدر محبت داشت. بار اول وقتی که صورت مادرش را در گازیته چاپ کرده در پهلویش شعر مادر را برآورده بودند، مردم ساده دهه به سر مادر لایق آمده گفته بودند دیدی فرزندت چی کار کرد؟ تو را در گازیته چاپ کرد، صورتت را مردها دیدند. وقتی لایق آمد مادرش از او غمگین هم شده بود، گفته بود که مردم چی ها گفتند و آهسته آهسته خوب است که امروز مردم بیدارتر هستند و مردم میدانند قدرشناسی را و امروز مردم تمام زرافشان و سرزمین رودکی پنجک امروز از لایق افتخار میکنند با نوشته هایش، با مادردانی و مادرشناسی هایش. شنوندگان عزیز، یک ساعت گذشت از آن که برنامه را آغاز کردیم و از شما معذرت میخواهم که حالتهای تکنیکی را ما با ابر آورده نتوانستیم و در برنامه با شما در تماس شدن دشوارتر شد. مادرم جان و دلم به تو حیات را چی کنم، همه مهرم با توی و من دیگران را چی کنم. همیشه مادر جان عزیز زنده و سلامت، دعاگوی فرزندان باشند. گفته نوشتن جبار. خیلی خوب. خب قدم قربان نوشتن. برنامه را زیادتر کنید نوشتن. خب با چشم برنامه را زیادتر میکنیم. ما همین روز کمتر آماده کردیم. شاید در برنامه دیگر البته شعرهای شما را، ترانه های نوشته‌تان را ارسال کنید میخوانیم. میتوانید در شبکه فیسبوکی برنامه در صحیفه پرنده های مهاجر وارد شوید و آنجا گزارش شعرهایتان را ما در برنامه تهیه کرده، خوانده، طریق نوار پرتاثیرتر کرده. اگر شعر باشد و اشتباه داشته باشد از جانب هیئت ایجادی همین تلویزیون پیام اصلاح کرده. البته که میخوانیم، با ما باشد. هرگز برنامه های رادیو پیام، برنامه های تلویزیون پیام را ترک نکنید. باز نوشتن لیلی نرزالله و هم که ترک نکنید، در این دنیای بی‌وفا از همه کار بهترین میکنید نوشتن. خب 13 سال شد می مادر هستم نوشتن. دورا حلیمه. صورت خودتان هست در فیسبوک نوشتن؟ نه، یک آیت است در فیسبوک، اما نام و نسب خودم هست، می توانید وارد شوید.
حالا باشد به شما میگویم ای مردم بیدار، پناهت به خدا، تا دیدن دیدار پناهت به خدا. من درباره ساعت حکایتچه را خواندم برای شما و در اینجا گفتنی بودم که ساعت به است تق تق کنان اقربک دور میزند و خبر میدهد که عمر ما با همین دور زدن اقربک آهسته 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 کم شده ایستاده است. به یک طرف زم شده ایستاده است، از یک طرف کم شده ایستاده است. زم شده ایستاده است بر سال ما که گذشته می رود و کم شده ایستاده است از عمرمان که خداوند در پیشانه‌مان نوشته. عمر عزیز را همیشه با نیکی، با نکویی خواستن، با حروف نیک، با تمنیات نیک، با فایده نیک رسانیدن بر نفر سپری کرده باشد. با عبادت هم البته که. خیر تا برنامه‌های دیگر در پناه خدا باشد. خدا نگهبانتان.